love you. I love you. بچه سلام، من اومدم یه جا MRI انجام بدم. البته رشت نوبت گرفته بودم، بعد از MRIش از اینا بود که بسته بود، بعد یکم فوبیا داشتم به فضای بسته و تنگ و تاریک و اینا. بعد یه جا توی تهران نوبت گرفتم. حالا این سری که اومدم تهران دیگه اومدم که انجام بدم. حالا الان یه چند دقیقه دیگه نوبتم میشه و برم تو، ولی بازم استرس دارم. بچه ها خیلی سخت بود، خیلی وحشتناک بود. یعنی اولش حالا من باز دستگاه بسته نوبت گرفته بودم 2-3 ماه پیش. بعد به خاطر مثلا فوبیایی که داشتم نمیتونستم برم توی دستگاه ها، گفتم که یه جا مثلا نوبت بگیرم که دستگاهش دورش باز باشه. خب تهران داره این دستگاه رو. بعد دیگه این سری که اومدم گفتم که بذار وقت بگیرم یا انجام بدم، که دیگه وقت گرفتم و اومدم. ولی باز همونم خیلی وحشتناک بود. یه نیم دایره بود با میرفتی تو. حالا من پشت و کمرم فقط باید MRI انجام میدادم. مثلا شانس آوردم، البته گردنم باید انجام میدادم ولی چون همزمان نمیشه، دکتر گفتش که نمیشه که همزمان 3 تا رو با هم انجام بدیم. ولی اینجا دیدم که الان آره دیدی اینجا الان این خانم 3 تا با هم انجام داد. ولی من دکتره که میخواستم بگم برام بنویسه گفتش که نه نمیشه. بعد دیگه هیچی دیگه، گردن رو انجام ندادم، پشتم و کمرم انجام دادم. ولی اولش باز خیلی سخت بود. بعد دیگه این آقایی که پذیرش کرد و یکی از دوستام با هم بود دیگه، هی گفتم که یعنی این دکمه‌شو میزد که تخته بره تو. بعد این نیم دایره تهش بازه، بالاش هم مثل نیم دایره باز. حالا عکسشو میذارم اینجا. ولی همونم سرم با هم میرفت، تا سرم با هم میرفتم توی اون نیم دایره. چپ و راستو که نگاه میکردم باز بود ولی اون ارتفاعش خیلی کم بود. خلاصه که اونم خیلی سخت بود دیگه. یه نیم ساعتی اون تو بودم. ولی خب تموم شد دیگه.